سلام. توی ویدیو امروز میخوام راجع به لوکال هاست و نحوه راه اندازی یه سایت وردپرسی روی لوکال هاست صحبت کنم. لوکال هاست در واقع به معنی اینه که شما یه فضایی روی کامپیوتر خودتون به عنوان یک هاست شبیه سازی میکنید و میتونید اونجا یه سایت درست کنید و حالا این سایت میتونه تمرینی باشه، برای آموزش باشه، میتونه خیلی استفاده‌های زیادی داره لوکال هاست. خصوصا اگر اونایی که کار کرده باشن در زمینه میدونن که خیلی چیزای تستی رو روی لوکال هاست انجام میدیم، تست میکنیم ببینیم که اوکیه یا نه. برای اینکه این کار رو شما بکنید، برای اینکه بتونید یه هاست مجازی روی کامپیوترتون ایجاد کنید، شما به یک برنامه شبیه ساز احتیاج دارید. برنامه‌های زیادی هستن که این کار رو انجام میدن. یکیش ممپ، یکیش زمپ. برای من ممپ رو پیشنهاد میدم، MAMP، همونجور که اینجا میبینید. در اینجا سرچش کردم توی گوگل. و برای ویندوز من نظرم اینه که زمپ رو استفاده کنید. اگر ویندوز کار میکنید میبینید که اینجا هم نوشته که در واقع یک سرور و دیتابیس روی کامپیوترتون شبیه سازی میکنه تا بتونید یه لوکال هاست بذارید. حالا من اینجا چون خب مک هستیم و مک داریم، با این آموزش ممپ جلو میرم، ولی خیلی فرق نمیکنه. این از راه اندازی و نصب این برنامه اصلا کاری نداره و همش هم شبیه همن. حالا منتها زمپ روی مک یه ذره ایراد داره و یه ذره باگ داره، من قبلا باش کار کردم، ولی ممپ رو خیلی بهتره واسه مک و من ممپ رو پیشنهاد میکنم. اینجا کافی است که وارد سایتش بشید، نسخه مناسب خود کامپیوتر خودتون رو دانلود کنید. می‌بینید برای اپل 2 تا داره، چون اپل یه نسخه اینتل داره، CPU های اینتل، و یه نسخه که در واقع CPU های M1 و M2 که مال خود اپل هن. حالا هر کدومو دارید، اگر مک دارید اینا، و اگر ویندوز دارید اینها. اینجا بله میتونید بزنید دانلودش میاد، دانلود میکنید، بعد از دانلود نصب میکنید. حالا من اینجا کار نصب رو سریع انجام دادم و اینجا بله میبینید که ممپ اومد. من بازش میکنم. بله با این یه همچین محیطی مواجه میشید که میبینید که حالا اینجا نسخه PHP رو میتونید انتخاب کنید، نسخه سرورتون آپاچی باشه یا نه. و اینجا هم یه مسیری نوشته که این در واقع مسیری هست که هاست شما در اونجا واقع شده. یعنی اگر بخواید چیزی بریزید روی هاستتون، بعد از این مسیر استفاده کنید. توی ویندوز هم وارد جایی میشید که این برنامه نصب شده، هم ممپ و هم زمپ. یک فولدری داره به اسم htdocs. شما این htdocs رو باز کنید، داخلش میبینید که در واقع همون فولدرهای هاستتون هست. حالا من اینجا میارم. بعد اینجا جایی هستش که فایل های در واقع این فایل هایی که روی لوکال هاستتون میخواین، سایت هایی که میخواین، اینجا هست. بله همونجوری که میبینید توی فولدر htdocs سری فایل هست. اینا سایت های ما هستن که حالا من قبلا درست کردم. واردشون بشید میبینید همون مثل در واقع هاستتون که وارد فایل وردپرس میشید. اینجا هم دقیقا همینه، wp admin wcondel include و فایل های php که مال وردپرس هست. خب ما اینجا میخوایم یه وردپرس جدید نصب کنیم، برای همین باید فایل خام وردپرس رو داشته باشیم. حالا من همین نسخه 6.3 استفاده میکنم. اینجا کافیه که از حالت زیپ درش بیارید. الان اینجا چون دوتا وردپرس داریم این شد وردپرس 3، ولی حالا ما اسمشو میذاریم، اسمشو هرچی بذارید اسم سایتتون، آدرس سایتتون اون میشه. مثلا بذارید test میشه localhost/test و به این صورت. الان ما یه سایتی در واقع بخوایم درست کنیم به اسم تست. حالا کاری که باید بکنیم اینه که این ممپ رو استارت کنیم که در واقع سرورش استارت کارشو شروع کنه. بعد همونجوری که میبینید بعد از اینکه استارت شد وارد یه همچین صفحه میشین که توضیحاتی داده راجع به ممپ که آخرین نسخه ممپ رو داریم استفاده میکنیم. پرو هم داره، نسخه پریمیوم هم داره، ولی خیلی لازم نیست که از نسخه پریمیوم استفاده کنید. همین نسخه رایگانش جواب میده و اینجا هم اطلاعات مربوط به PHP و
بله PHP my admin هم داره، یعنی شما میتونید با چید دیتابیس ایجاد کنید. حالا ما اینجا این قسمت رو پاک میکنیم و می‌نویسیم تست. الان چی میشه؟ میره همون در واقع اون فولدری که ما به اسم تست ایجاد کردیم و میاره و همونجور که میبینید به مرحله اول نصب وردپرس میرسیم. این ویدیو آموزشی همینجا به پایان میرسه. ما تا ابتدای نصب وردپرس روی لوکال هاست با هم پیش اومدیم، ادامهش رو توی ویدیوهای بعدی با هم جلو خواهیم رفت. اگر دوست داشتید ویدیو رو به دردتون خورد حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه.